وقتتون بخیر. بریم سراغ یه تحلیل جامع و کامل راجع به شاخص صحبت کنیم و تقریبا یه آپدیتی ازش داشته باشیم. توی تایم فریم هفتگی هستیم، شاخص رو داریم نگاه میکنیم. حالا با توجه به این وضعیتی که داره حرکت رو به بالا انجام میده، اولین نکته‌ای که وجود داره یک خط روند ما براش بتونیم این نقطه ترسیم کنیم. مقاومت هایی که میتونیم براش پیش رو داشته باشیم تو تایم هفتگی، این محدوده هستش که حتی میتونیم با یک فیبو اکستنشن هم نشون بدیم. میشه حوالی 3500 تا 3600 یا مثلا همین بین 3300 تا 3500 میتونه با توجه به این خط روند هفتگی بلند مدت میتونیم ازش انتظار ریاکشن رو داشته باشیم. این یه نکته که گفتم سریع اول براتون تشریحش کنم که در جریان قرار بگیرید. یکی از ساده ترین راههای ممکن هستش. حالا روند رو بخوایم در نظر بگیریم، خب خیلی طبیعیه، همش مرتب داره کف و سقف‌های بالاتر میزنه، یعنی کف و بالاتر سقف‌ها میشه ازش انتظار داشت با توجه به این قدرتی که در مومنتوم حرکتش وجود داره بتونه بیاد این سقف رو بزنه و کاملا طبیعی هستش. توی تحلیل قبلی که من از شاخص اومدم انجامش دادم، یه خطایی بود. حالا اون خطای رو من براتون اینجا تشریحش بکنم که ببینیم چطور. ببینید، من بذارید تا اول از این محدوده، چون من بارها دیدم مود شماری انجام میشه به سبک الیوتی که پرکتری که ما کار میکنیم، کف حرکتی ما توی این محدوده میشه. خیلی اصلا اینجا رو در نظر میگیره، یعنی شما این ریز موچار هم که بشمارید خودش یک موج جنبشی هستش. ما توی این محدوده با یک الگوی مثلث طرف هستیم دیگه، و این مثلثه حالا بخوایم یه ذره بهش با دقت ترسیمش کنیم، یک همچین مثلثی میشه که در قالب مثلث لیدینگ هست. موج سهش بزرگتر از موج یک هستش و کوچکترین نیستش. میتونه برای ما این رو نشون بده که این در شمایل موج یک حرکتی ما قرار داره. و حالا اگه بخوایم لیبل گذاری کنیم، میتونیم بگیم که موج یک ما اینجا هستش، موج 2، 3، 4 و موج 5 بوده. یعنی یک سیکل حرکتی توی این محدوده به پایان رسیده و ازش انتظار این حرکت شارپ، خب انتظار که نه، ولی خب این حرکت شارپ اتفاق افتاد. نکته‌ای که توی تحلیل قبلی شاخص اومدم بهتون گفتم که اینجا ما شاهد یک حرکت تقریبا در حالت نرمال 5 موجی هستیم، ولی یه نکته‌ای درش وجود داره. اون نکته چیه؟ اونم اینه که توی این موج انتهایی حرکتیش ما شاهد یک 7 موجی هستیم به جای 5 موجی. 1 2 3 4 5 6 7 و این نشون دهنده این موضوع هستش که ما دو تا حالت اصلاحی میتونیم داشت، یعنی دو تا الگو میتونه برامون تشکیل بشه. گفتم که میتونه بیاد بالا و بعد دوباره بیاد کف‌های پایین‌تر بزنه و این موج برای من یک موج اندینگ بشه، بعد حرکتی داشته باشه. نقطه ابطال این تحلیل شکست این خط روند بود که اومد این خط رو شکست، پولبک هم زد، حرکتش انجام داد. خیلی خب، پس این تحلیل چی میشه؟ این زمانی که این اتفاق میفته من میتونم بگم که حالتهای شکلی الگو این خودش یک لگ تشکیل شده و این محدوده هم یک لگ بوده، یعنی یک اصلاح ترکیبی داریم توی این محدوده و ممکنه که یک همچین حالتی باشه. چرا میگم ممکنه؟ به خاطر اینکه وقتی که سقف زده بشه، این WXY ما توی این محدوده میتونه تاییدیه بگیریم ازش و حرکتش رو انتظار داشته باشیم که حرکت به عدد بالاتری رو ببینه. خیلی حالا تمام این توضیحات رو براتون دادم. ببینیم که در انتها و این لگی که قرار داریم چه اتفاقاتی میتونه بیفته. من اینا رو پاکشون کنم که براتون تشریح کنم. ببینید، اگر باز بخوام زوم کنم روی حرکت هایی که انجام شده، میتونم بگم یک موج جنبشی. حالا اینجا یک ریز موج دارم که اینو واقعا نمیشه شمردش. اینو میگم که یک موج حرکتی، یک موج اصلاحی و دوباره یک موج حرکتی. قدرت و مومنتوم این حرکت به جهت اینکه تونسته چند تا سقف نزولی رو بشکنه و اینها سقف نزولی ها رو بشکنه، این برای ما خیلی حائز اهمیت هستش که خب تونسته تمام اینها رو بشکردش. و اگر بنا بودش که الگو بخواد بیاد این کف رو بزنه، دیگه تا این محدوده نمیتونست بالا بیاد، یعنی با این حجم این قدرت بالا نمیاد دیگه. حالا ماکسیمومش میتونه 78% باشه که الان بالاتر از اونم رفته. تا اینجای کار
از لحاظ قوانین شکسته شدن این کف میشه گفت کنسله و وجودی نداره و ما در یک موج جنبشی هستیم. حالا سناریوی بدترش چیه؟ سناریوی بدترش اینه که بگیم A, B, C, D, E یک مثلث بخواد بره زمان صرف کنه و بخواد حرکتی کنه، که فعلا تا اینجای کار با توجه به رشدی که داشته یک همچین شمایل، یک همچین اتفاقی تا اینجا نمیشه ازش انتظار داشت. حالا ریزموج هایی که توی این محدوده وجود داره، من اگه بخوام باز حالا لیبل گذاری کنم میتونم بگم در موج 1 هستم، 2، 3، بعد 4 و 5 بعد انتظار دارم که حرکت داشته باشه. بعد وقتی که میام تو خود همین موج 3 که الان ترسیمش کردم دارم موج شماریشو میکنم، میبینم که یک همچین حالتی وجود داره. من اینو رنگش رو تغییر بدم و درجهش هم یه درجه میام پایینتر که براتون مشخص باشه. یک همچین حالتی وجود داره. 1، 2، 3، 4، این 5 میتونه باشه. 5 از این موج 3 ما باشه، یعنی بگیم که انتظار اصلاح داشته باشیم ازش. خیلی خوب. ولی چیزی که نکته‌ای که مشخصه توی بازار نگاه می‌کردم، اکثریت سهام ها روز چهارشنبه شرایطشون خوب بود، یعنی امکان داره که این محدوده، من اینو براتون زوم کنم راجع به اینجا صحبت کنم. روز شنبه، یک شنبه، در صورتی که این محدوده یعنی 3,094,000 واحد این سقف زده بشه، من میتونم بیام که سناریوی این موج 5 از 3 رو موکولش کنم به این حرکت، بگم که داره یک حرکتی میخواد بزنه و این حرکت به این حالت ممکنه که موج 3 ما بیاد بالاتر و خود این 5ش بخواد 5 تیکه بشه و یک حرکتی تا این بالا داشته باشه. ماکسیمومش کجا میتونه باشه؟ حالا با درجات فیبو مشخص میکنیم دیگه. همین نقطه‌ای که الان وجود داره میگیم موج 3 میتونه تا 161% بره که رفته حرکت رو انجام داده. درجات بعدی که میتونه ببیندشون محدود 200 و 224 هستش، یعنی تقریبا داره به من نشون میده 187,000 واحد تا محدوده 3,280,000 واحد. پس در صورت شکسته شدن این محدوده، ببینید پرقدرت شکسته بشه، میتونه تا این حرکت تا این اعداد 3,180,000 و 3,280,000 بره. با استاپ کدوم محدوده میشه؟ شکسته شدن این کف. یعنی گاهن پیش میاد دیگه، میاد اینجا یک کوچولو این حرکت رو میزنه و بعد برمیگرده اینجا استاپ فعال میشه و شما برات به طور موقت برای شما اون خروجه رو صادر میکنه. پس اعدادی که میتونه پیش رو باشه رو براتون عرض کردم، استاپ تحلیل رو عرض کردم. در صورتی هم که بخواد اصلاحی درش شکل بگیره، من حالا با توجه به این محدوده دارم میگم، گفتم 3,000,000 و تقریبا 180,000 واحد. اگر برسه به این محدوده و بخواد اصلاحی شکل بگیره، درجات 38% و 50%، یعنی تقریبا 2,800 و 2,900 میتونن ناحیه خیلی خوبی باشن. در صورتی که بخواد از همین محدوده اصلاح بده، باز همین محدوده تقریبا 2,850 و 2,940 میتونن ناحیه برگشت موقتی خوبی باشن. و اگر بخوام با اندیکاتور رو بررسیش کنم، توی RSI یک ضعف روند کوچیکی داریم دیده میشه، ولی هنوز برای ما خروجی صادر نشده. ولی خب همین ضعف روندها بارها در شاخص برای ما هشدار بودن و نشون دادن که میتونن یه وقتایی حرکت عجیب غریبی بزنن این نقطه و این محدوده ها. حالا اگر قیمت بتونه بیاد این سقف رو بزنه و این RSI هم حرکت کنه، بیاد یک بار دیگه سقف رو بزنه، این ضعف رونده از بین میره. اگر بیاد خروجه رو بزنه، ما احتمال به این موضوع رو میدیم که بیاد این کف ها رو از دست بده و وارد یک محدوده اصلاحی بشه که اگر هر کدوم از این اتفاقا بیفته، من در آینده باز میرسم خدمتتون و براتون شاخص رو آپدیت میکنم که بتونید ازش استفاده کنید.